تئوری‌های عجیبی در مورد آتش‌سوزی لس آنجلس داره مطرح میشه. تئوری‌هایی که تقریبا میتونه عمدی بودن این آتش‌سوزی رو ثابت کنه. آتش‌سوزی که روز سه‌شنبه 7 ژانویه 2025 همون 18 دی ماه 1403 شروع شد و داره اتفاقات هولناکی رو رقم میزنه. آتش‌سوزی که از محله لوکسنشین و پرجمعیت پاسیفیک پالیسیدز شروع شد و تا الان 6 میلیون و 900 متر مربع از این محله رو کاملا نابود کرده. و آتش داره با سرعت زیادی تو مناطقی مثل آلتادنا و هالیوود هیلز گسترش پیدا میکنه. من وقتی داشتم واسه این ویدیو مدرک جمع می‌کردم متوجه چیز خیلی عجیبی شدم. اینکه شرکت‌های بیمه پوشش آتش‌سوزی آمریکا 3 ماه قبل از حادثه ثبت نام رو برای بیمه خونه‌ها کاملا از روی سایتشون حذف کرده بودن. شاید اونا می‌دونستن قراری آتش‌سوزی خیلی بزرگ توی منطقه شکل بگیره و نمی‌خواستن پول زیادتری رو از دست بدن. البته خیلی از مردم شبکه و سیم‌های برق رو عامل شروع این آتش‌سوزی بزرگ می‌دونن. همچنین تامین آب توی مناطق هم به صورت کامل قطع شده و این خیلی عجیبه. البته این فقط یه تئوریه که دارم مطرح میکنم و ادعایی در مورد این مسائل ندارم. بعد این قضایا شهر هوشمند لس آنجلس 2028 رو تایپ کردن و با ساختمان‌های بزرگ و عجیبی روبرو شدن. این شهر ابر هوشمند که خیلی پیشرفته است. این به نظرتون جالب نیست که تو فاصله 3 سال مونده به سال 2028 منطقه‌ای که قراره به یک ابر شهر تبدیل بشه داره با خاکستر یکسان میشه. ولی به نظرم زیادم عجیب نیست. ساختن ابر شهر هوشمند توی منطقه‌ای که هیچ ساختمان اونجا وجود نداره خیلی راحت تره. این مدارک میتونه ثابت کنه که دولت آمریکا یا به شخص ترامپ این آتش‌سوزی رو عمدن انجام دادن تا بتونن تو این منطقه یک ابر شهر هوشمند بسازن. یکی دیگه از تئوریای خیلی عجیبه، 2 هفته قبل از شروع این آتش‌سوزی ویدیویی از انیمیشن سیمپسون‌ها تو اینستاگرام وایرال شد. اتفاقاتی که تو این ویدیو داشت میافتاد خیلی عجیب بود. تو این انیمیشن لس آنجلس در حال سوختن بود و شخصیتی بیش که شبیه به ترامپ بود داشت به مردم هشدار میداد. The Simpsons predict the U.S. will be in trouble in 2025, and Springfield becomes part of a major crisis spreading across the country. It all starts when Lisa watches the news about widespread power outages, empty store shelves, and rising prices. Gas stations run out of fuel, grocery stores impose purchase limits, and ATMs stop dispensing money. همونطور که دیدید توی ویدیو با تاریخ 2025 اعلام میکنه که آمریکا قرار وارد بحران بشه و آتش‌سوزی‌های عجیبی قرار توی این منطقه شکل بگیره. یکی از کاربران توی کامنت‌های همین ویدیو نوشته بود مردم آمریکا بیدار شید. در دوران دولت ترامپ پاندمی رو آغاز کردن و هزاران نفر از مردم بیگناه رو کشتن. دوستان خانواده‌های ما قربانی شدن و این براشون کافی نبود. حالا نقشه‌های شیطانی دیگری رو در پیش دارن. یه توضیحی در مورد انیمیشن سیمپسون‌ها بهتون بدم. انیمیشن سیمپسون‌ها به دلیل پیش‌بینی‌های عجیب و دقیق شهرت خیلی زیادی پیدا کرده. این انیمیشن اتفاقات خیلی عجیب غریبی رو پیش بینی کرده، مثل انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. این قسمت که تو سال 2000 پخش شد خیلی عجیب بود. همچنین همه‌گیری ویروس کرونا و زنبورهای قاتل که تو سال 1993 این قسمتش ساخته شده بود و خرید شرکت فاکس توسط دیزنی که تو سال 1998 پیش بینی شده بود. همچنین سقوط برج‌های دوقلوی 11 سپتامبر و ظهور ساعت‌های هوشمند رو این انیمیشن پیش بینی کرده بود. یکی دیگه از تئوری‌های عجیبی که داره مطرح میشه مهاجرت دست جمعی پرندگان از ناحیه جنگلیه که آتش‌سوزی از اونجا شروع شده بود. این یعنی طبیعت 10 روز قبل از شروع فاجعه آتش‌سوزی لس آنجلس داشت مردم هشدار میداد که قراره اتفاقات خیلی عجیبی توی منطقه بیفته. حالا که این تئوری‌ها و احتمالات رو بررسی کردیم، نظر شما چیه؟ به نظرتون آتش‌سوزی لس آنجلس واقعا بخش از یک نقشه بزرگتره برای ساخت یک ابرشهر جدید یا نه فقط یک حادثه طبیعی بوده؟ نظرتون رو توی کامنت‌های همین ویدیو با من به اشتراک بگذارید. اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری مثل این موضوع رو ببینید. تا ویدیوهای بعدی مراقب حقیقت باشید.